بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مهمانان بسیار باقی‌قدر، برادران مهربان و امتان واقعی حبیب خدا صلی الله علیه و سلم. برادران عزیز، واقعا این روز بسیار روز مبارکه، صداهای بسیار زیبایی شنیدیم، صحبت‌ها و پند نصیحت‌های زیبایی روش کردیم. این انبوه زیاد بندگان صالح می‌بینم، بسیار وقتم خوش می‌شود. محبت‌های شما و عشق علاقه‌های شما. ای ساعتی 10 اینجا به مردم آمدین شیشتیان و خاطری میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاطری این که از زندگی حبیب خدا صلی الله علیه و سلم چیزی بشنوند و ایماناشان آب و تاب بیاورد و این درسی برای زندگی آیندهشان باشد. واقعا احسن به حال همه شما. خدا همتون در حفظش نگه بدارد و فردای قیامت همین جمعی که آمده این همین نمو جمع را در گردی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدا نصیب کرد. این جمع شوی ها و برادر عزیز، آرزو همین هست، دیگر چیزی خواهش طلب نداره. مسجد آمدن و جمع شدن برای میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. برادران عزیز، همه آرزوها همین هست که همین جمع شوی ها، همین محبت ها، همین عشق و علاقه ها فردا قیامت یک بهانه که شود که خدای مهربان و درگاهش قبول کنه و بده شما و این همه پیغمبرتان رو بهش. الله مهربان همگی ما چنین در گردی پیغمبرش جمع شدن نصیب روزی بکردن. برادر عزیز، علما خدا خیرشان بوده، با خاری ها بسیار صحبت ها و نظم های زیبای خواندن. من اندک که انشاءالله صحبت میکنم در نماز جمعه میخوام. الله مهربان در قرآن عظیم شان از حالت طفلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یادآور میشود. من از تولد پیغمبر تا گذشت مادرشان انشاءالله یک تاریخ زیبای هست و شما میگم و دعا میکنیم. برادر عزیز، علما در کتاباشان درج کردن که هیچ یتیمی اسمی حبیب خدا صلی الله علیه و سلم رنج کشیدگی نیست. هیچ یتیمی که پیغمبر ما و شما صلی الله علیه و سلم از سر گذراندگی هست، هیچ یتیمی چنین حالتی نگذرانده است. الله مهربان در قرآن عظیم شان بیان میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فهدی ووجدک عائلا فأغنی. الله مهربان پیامبر صلی الله علیه و سلم در این 3 آیه حالت شرح بیان میکند که حبیب من صلی الله علیه و سلم
الم یجدک یتیما فآوی. آیا تو همون یتیمی نیستی که ما تو را سرپرستی نصیب کردیم و تو را از حالت یتیمی عزت و شرف دادیم؟ تو همون یتیم هستی. حالت یتیمی حبیب خدا صلی الله علیه و سلم برادران عزیز چنین است که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم پدر دیدگی نیست. عبدالله پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی که حبیب خدا در شکم مادرشان بودن، دیگر برادر عزیز پدرش خاص سفر میکنه به سوی مدینه منوره. به سوی مدینه منوره تقوای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از همین مدینه منوره هستند، از بنی نجار. آمینه مادرمانم از همین مدینه منوره هست. الله مهربان نقشه‌اش این بود که مادر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این قوم و قبیله و از مدینه منوره باشد، چون که باز گشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همین مدینه منوره است. پدر حبیب خدا صلی الله علیه و سلم وقتی سفر میکرد به تجارت، از تجارت برگشت به مدینه منوره خواست تقویای همسرش خبر بگیره، یعنی طرفای خصوصش خبر گیری. حبیب خدا چند روز اینها را خبر، پدر حبیب خدا چند روز اینها را خبر گرفتن و در راه بر آمدن. بیماری تب در آن شب و روز کسل بسیار و از دنیا یک نمود تب بود. پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این کسل رو فرو شدن و در راه پدر حبیب خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند، در حالتی که حبیب خدا پدر را ندیده بودند. پیغمبر خدا در شکم مادرشان بودند که پدرشان از دنیا گذشت. در همین جایی که پدرشان گذشته است، همین جا دفنش کردن، قبرش همین جا کردن و آمینه مادر حبیب خدا صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی پدر 6 سال تربیت کرد. برادر عزیز، ولی هیچ رنج سخت‌تر از رنج یتیمی نیست. تصور بکنید برادر عزیز که مثلا یکی از ما و شما مثلا پدر نداشته باشید، باز در حالت شیرینی دوستداری مادر هم دست برود، چقدر مقصد و وسیله است، چقدر رنج است. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد بی پدر، 6 ساله شدند پیغمبر صلی الله علیه و سلم. مادرش و ایمن یک کنیزی که از پدر پیغمبر باقی مانده بود و حبیب خدا صلی الله علیه و سلم 3 نفر در راه مدینه از مکه برآمدند. 500 کیلومتر راه است برادران عزیز و سواری مثل امروزه سوارها نبود، به همون شترها و اسباب. آمینه مادرمان قصدش این بود که مدینه منوره برود تقواهاش خبر بگیرند و این خبرگیری یک بهانه بشود که از اون شهبچه زیبایی که از دوست داد است به نام عبدالله از قبر او زیارت میکنه و این طفل معصوم بی پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم یتیمه به قبر پدرش برای شناس بکنه. آمینه بود این یتیمی خردساله و پیش قبر پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشتن. آمینه از دست حبیب خدا گرفت آمد بالای قبر پدرش گفت ای محمد این قبر پدرت است، این قبر پدرت است، تو پدر ندیدی اما قبر پدر رو ببین. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم 6 ساله بودند، بالای قبر پدرش گریان شدند، آوای چشمی
حبیب خدا صلی الله علیه و سلم رفت، چند لحظه اونجا بالای قبر پدرش حبیب خدا گریه کرد. آمینه مادرمان رضی الله عنها، آمینه با ایمن دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفتن، گریان از بالای قبر عبدالله حرکت کردند. چند روز در مدینه منوره در خانه‌های خویش تبارش مهمانی گذراندند. باز به سفر برگشتند و مکه باید می آمدند. مکانی در رسیدند مادری حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به همون بیماری که پدر گرفتار شده بود، به همون بیماری گرفتار شده. در راه چندین روزه راه بود برادر عزیز، 500 کیلومتر راه، اینم خیلی راه طولانی است. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم با مادرش و ایمن 3 نفر در راه می آمدند. ناگهان مادر حبیب خدا بیمار شد، به درد دچار شد. از بالای همان مرکبش از زمین افتاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، آغوش گرفت مادرش. ولی برادر عزیز، همین شیرین مادر هست، 6 سالگی. ببین در همه سن و سال فرزند هیچ کار از مادرش بیشتر دوست نمی‌داره. هیچ چیزی برای او از آغوش مادر شیرین‌تر نیست. مادر حبیب خدا صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا را آغوش گرفت، در جگرش ریخت، اشکش گرفت، خدا حافظی کرد. در همینجا مادر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت. حبیب خدا 6 ساله تنها ماندن، نه پدری و نه مادری. پیامبر صلی الله علیه و سلم دید که مادرش در زمین افتید، جانی در وجود ندارد، از دنیا گذشته است. آغوشش گرفت، امی مادر جان، مادر جان. آغوش گرفت، کودک 6 ساله، مادر جان، مادر جان صدا میزد. ایمن میگه حالی این کودک دیدم بیقرار شدم، آمدم آوای دیدش بازا میکردم، محمد جان، محمد جان صبر بکن بشن، خدا تقدیر در همین کشیده است که نه پدر نه مادر در آغوش نباید بگیره. ایمن میگه با حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتم ای محمد 6 سال است، بیا یک جا قبر مادر تو بکنیم، قبر مادر تو تیار بکنیم. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم 6 ساله خودشان قبر مادر کندن. ایمن میگه هر باره حبیب خدا حفظ میکن، زمین میکن در قبر مادرش، آبی دیدش زمین میشوش. امی مادر جان، مادر جان. با حبیب خدا صلی الله علیه و سلم قبر مادر شکردیم. الم یجدک یتیما فآوی. خدا همینطور میگه ما تو همون یتیمی رفتیم که نه پدر داشتی و نه مادر، خودت مادر تو در خواب گذاشتی. برای 6 ساله بسیار مشکل است برادر عزیز. 6 ساله فرزندک که آغوش مادر باید باشد و آغوش خود میبره مادر داخل گور میمونه، داخل قبر. ایمن میگه با حبیب خدا صلی الله علیه و سلم مادرش رو در خواب گذاشتیم، از بالاش خواب کشاندیم، دست این یتیم گرفتم به سوی مکه حرکت کردم تا جایی که قبر مادر پیغمبر نمایان بود. حبیب خدا روش میگردان امی میگم، من دستش میکشیدم. ایمن میگم مادر من اونجا مادر است، مادر نبو بریم، مادر نبو بریم.
مادر مرا ببرید، مادر من گذارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم تقدیر الهی چنین بود، باید رنج میکشید، از کودکی باید رنج میکشید. امی ایمن میگه گرفت و میره بردیم به مکه مکرمه، در خانه باباش رفتیم، خانه خودشون دیگر رفتیم، در خانه عبدالمطلب رفتیم، در کوی عبدالمطلب خودش برآمد، دید که من هستم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از رسول اکرم میگه پرسان شد این امک، مادر تو؟ حبیب خدا میگه گریان شده. گفتن مات امی، مادر من در راه گذشت. عبدالمطلب فرزند از دست داده بود، باز مادر فرزند از دست داده است. حبیب خدا میگه تو آغوش کرد، انا ابوک، انا ابوک، انت ابنی، انت ابنی. گریان شد، گفت من پدر تو هستم، تو پسر من هستی. در آغوش حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گرفت و عبدالمطلب گریان شد. او حبیب خدا صلی الله علیه و سلم با آغوش و گریان داخل خانه کرد. آلی برادر عزیز، ما اگر از زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر نکته را نگاه بکنیم دیگر قرار رسول نمیتونیم. از زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر لحظه ای رو بخوانیم آب چشم ما و شما حرکت میکنه. با وجود همین قرنج، با وجود همین مشکلات ها، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در فتح مکه نگاه مدینه منوره حرکت کردن. برای فتح مکه، در سال فتح مکه آمدن قبر مادر شدیدن. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میشناختن، خودشان دور کرده بودن 6 سالگی آمدن قبر مادرشان زیارت. در حدیث امام مسلم میآید از الله خواستم که خدایا اجازه بده برای مادرم دعای مغفرت کنم. حال ما و شما برادر عزیز در حق پدرهامون دعا بکنیم، در حق مادرهامون دعا بکنیم. اما حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن خدایا برای مادرم طلب مغفرت میخواهم. حدیث امام مسلم است. از الله اجازه پرسیدم تا که برای مادرم طلب مغفرت کنم. الله مهربان برام اجازه داد. ابو هریره روایت میکنه که برای مادر طلب مغفرت نمیکنی. و زیارت قبرش خواستم، خدا اجازه داد که برای قبر مادر زیارت کنم. ابو هریره رضی الله عنه میگه ما با حبیب خدا و بسیار صحابه ها آمدیم بالای قبر مادرش. حبیب خدا ایستادن به ایست گریه کردن. این قدر حبیب خدا برای مادر گریه کردن هیچ صحابه باقی نماند که از گریه پیغمبر گریه نکرده باشد. ما و همه صحابه ها در گریه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گریان شدیم، آه و ناله کشیدیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل کودک برای مادر گریه میکرد. برادر عزیز، اگر از زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب و روز بگیم حالی به آخر نمیرسد. مهم همین است که ما محبت به پیغمبر داشته باشیم. الله مهربان برای ما محبت واقعی نصیب کنه. خداوند مهربان روح پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ما و شما شاد بگردانه. خدای مهربان این محبت هایی که از شما میبینم برادر عزیز خدا نصیب کنه که سبب نجات ما و شما در روز قیامت بکنه. حدیث امام بخاری است، میگه مرد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله متی الساعه، قیامت کی میشه؟ قیامت کی میشه؟ حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن ما اعددت لها، برای قیامت چی آمادگی که از قیامت سراغ بکنید؟ این صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن حبیب خدا اون قدر طاعت بندگی ندارم که به اون طاعت بندگی فخر داشته باشیم، تکیه داشته باشیم. اما یک چیز دارم. او چی چیز دارید؟ اینی احب الله و رسول، خدا و پیغمبر دوست می‌دارم. صحابه گفتن
من خدا و پیغمبر دوست دارم. همین چیزا روز قیامت که الله پرسید میگم خدا را هیچ چیزی غیر از محبت خودت و محبت پیغمبر نآوردم، مرحمت بگیرش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن بنده خدا تو روز قیامت با همراه کسانی هستی که اونها را دوست می‌داری. برادر عزیز، الله مهربان و شما هم همون قدر محبت نصیب گردان که فردای قیامت با پیغمبر باشید. الله مهربان حشر شدن با پیغمبر را نصیب گردان. روز قیامت الله پرسید ما بگیم خدایا هیچ چیز نآوردید، هیچ چیزی ندارید، چیزی نداریم که پیشی تو پیشنهاد بکنیم، نه نمازی، نه روزه پرهی، نه طاعت بندی صادقانه و مخلصانه، لکن یک چیز در کف کار دشمن آوردیم. خدایا همین را قبول بکن و را نجات نصیب گردان. این محبت خودت و محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خدای مهربان همین محبت را برای ما نصیب گردان. خدا کنه که برادر عزیز روز قیامت حبیب خدا ما و شما را بگیره و امتی گفته و آغوش بگیره. برادر عزیز خدا چنین روزی را برای ما نصیب بگردان. این محبت ها نصیب بگرده که با شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله نایل ما بگردان. برادر عزیز روز قیامت حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن شما از سختی روز قیامت به خدا پناه ببرید. پرسیدن که سختی روز قیامت چیز است؟ حبیب خدا گفتن سختی روز قیامت همین است که تمام مردم در روز قیامت 40 سال رو به رحم خدا همین تمیستن که از خدا چی بیایی حکم. 40 سال یک عمر انسان است. 40 سال رو به رحم خدا. الله مهربان از حبیب خدا میپرسیده است. اولین چیزی که از حبیب خدا میپرسیده است روایت آمده است که حبیب من با امت چیکار کنیم؟ با امت چیکار کنیم؟ حبیب خدا گریان میشده است. پروردگار امتم 40 سال شد رو به رحمت حسابیم. خدایا امتم رنج میکشند. الله مهربان از تو خواهش میکنم حساب و کتاب امت را زودتر بگیر، کارشون آسان بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین حالت داشت یک روز قیامت. در همین دنیا برای ما و شما رنج کشیدن، در روز قیامت برای ما و شما رنج کشیدن. هیچ جای روایتی نآمد است که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم برای خودشان گریه کرده باشد. هر جایی که حبیب خدا ناله میکردن امتی و امتی میگفتند. روز قیامت هم حالش همین است برادر عزیز. تا یک امتم داخل دوزخ باقی بمانه حبیب خدا گفتن رضاگی بیان نمیکنه. در همین سوره الضحی حضرت علی کرم الله وجهه روایت میکند که این سوره مبارکه نازل شد. الله مهربان گفت ولسوف یأتیک ربک فترضی. حبیب من به زودی من تو را نعمت نصیب میکنم که اعلان رضایی میکنی از الله. حضرت علی کرم الله وجهه میگن ناگهان حبیب خدا گریان شد. آوای چشم حبیب خدا بالا شد، دست برداشت و دعا کرد. گفت پروردگار و به عزت و جلال تو قسم تا زمان یک امتم داخل دوزخ بماند اصل اعلان رضایی نمیکنم. تا زمان یک امتم اگر داخل دوزخ باقی ماند من نمیگم که خدایا من راضی هستم. برای امت برادران عزیز همون روز سختی که گناه ما و شما دیگر بی حد کنار است، در همون روزا که هیچ کس از ما و شما دفاع نمی‌کند، همین پیامبر صلی الله علیه و سلم بابا آدم و نفسی میگه، حضرت نوح و نفسی میگه، همه انبیا و نفسی میگن بابا ما به حال خودمان گرفتار هستیم گریان میشوند. امت میآید پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه حبیب خدا حال ما در این قیامت بسیار سخت است، به حال ما رحم کن. از بابا آدم شروع کردیم، همه پیغمبران رو خواهش کردیم شما انبیاء خدا هستید، پیش خدا التماس بکنین از ما بگذره، پیش خدا شفاعت بکنین. هیچ کلامی به عهده نگرفت. حبیب خدا اگر تو دست بکشی ما هلاک میشیم، تو به خدا پیش خدا ما رو شفاعت بکن. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گریان از جا میخیزن انا هو میگه من هستم همونی که پیش خدا از شما شفاعت میکنم.
من هستم پیش خدا از شما آه و ناله میکنم، من هستم پیش خدا از شما دفاع میکنم. خدای مهربان این محبت‌ها را برادر عزیز سبب شفاعت در روز قیامت برای ما و شما نصیب می‌کند.